آدم هایی که کلسترولشون بالاست آلزایمر نمیگیرن. چرا آلزایمر نمیگیرن؟ چون مغز عاشق چربی هست. پس سطح خوب کلسترول چقدره؟ احتمالاً حدود 200 تا 250. میبینی چی شده؟ دارن به افراد زیادی داروی کاهش کلسترول میدن. همه رو بردن به سمت رژیم بدون چربی، غذای کم چرب بخورید. احساس سیری و رضایت نمی کنید. مجبور میشید که مقدار زیادی کربوهیدرات بخورید. اونا سطح کلسترول رو پایین آوردن تا بتونن بیشتر برای مردم داروی کاهش کلسترول تجویز کنن. مردم هم دارن مارگارین مصرف میکنن. حالا حتما اینا باعث جلوگیری از بیماری قلبی میشه؟ نه، هنوز بیماری قلبی قاتل شماره 1.